دوستان چطور میتونید؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال امیرعلی گیمر. امروز اومدیم آلیگرافت بازی کنیم ولی جایی که افتادیم تو زندان. اون هوندای کثافت من انداخت تو زندان. خلاص این که مرسی که ویدیو من رو نگاه میکنید. اگه قسمت بعدیش هم میخواین و میخواین بدونید توی پارت بعد چه اتفاقی میفته، حتما ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و دیگه خلاصه کامنت هم بذارید. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب اون موتور هوندا چیه؟ الان رفته. یکم غذا بخورم. خب اون یارو نمیدونست من کلنگ دایمندی دارم. الان از این زندان که حال من فرار میکنه خیلی راحت. اینم از این و بریم زندان فرار کنیم. خدا رو شکر که می‌ذاریم زندان کوفتی فرار کنم. آخیش خب چیکار کنم؟ برم خونه ارشیا قایم شم. به نظرم شاید بخواد بیاد خونه ارشیا، کی میدونه. بدو امیرعلی، بدو. وای خدایا نیادم. وای آی نمیره بالا. چرا؟ بدو الان میاد. آخیش راحت شدم. وای خدایا فکر کنم اومد. وای صداش در نای صداش خونه ارشیا قجا بخورم و گل نپایلاشو بدوزدم. پولایی داره چقدر زیادم پولاش. وای کثافت. فکر کردی میتونی از ارشیا دزدی کنی؟ اینو میبینی؟ با این من از اینجا فرار کردم. تو باید از اینجا بری. آفرین. خدا رو شکرت بالاخره راحت شدیم از اینا. خب اینم از این. چرا کریتیو شده بودم؟ ولش کن. بریم یکم مجموع بخریم. این هوندای کثافت هم دیگه انداختیم بیرون از شهر. حالا هوندا بود چی بود. بریم سمت این مجموع فروشی. یه 2 تا مجموع میخریم باز دیگه. بریم مجموع فروشی. اون ارشیا. امیرعلی سلام. ارشیا بگو. ارشیا پیدات کردم. بالاخره دیدم. دلم برات تنگ شده بود جونم. منم خیلی. خوبه. دلم خیلی برات تنگ شده بود. تو هم می‌خواستی بری معدن؟ آره. بیا بیرون بابا از اونجا. دست درم. وای دلم برات تنگ شده بود. منم خیلی. دلم برای قیافه دلم برای قیافت تنگ شده بود. منم. بیا بریم خونه من با هم صحبت کنیم یه کوچولو. بیا. وای نمیدونی چه بدبختی کشیدم. بریم بذار برسیم خونه برات تک تکشو توضیح میدم. منم برات تعریف میکنم. دلم برات تنگ شده بود. چی؟ بلش کن. بیا بریم بالا. دلم برات خیلی تنگ شده بود. بیا
مرسی دست در نکنم. باشه. میدونی چی به من گفت اون هوندا؟ به من گفت بیا زندان کارت دارم. و من رفتم زندان. خب بعد تو زندان گیرم انداخت. چطور چی گفت؟ به من گفت مثلا بیا یه غذای خوشمزه میخوام بهت بدم بخوری. و من گفتم وای خدای من غذاست پس سریعتر برم. ولی نمیدونستم قرار بندازدم تو زندان. منم خیلی گوش نمه چون که وقتی گفتی غذا میخوری؟ نه بعد خودم تو باشه. من به من بگم چی گفته بود. گفته بود گردهه بیا من میخوام بهت یه دونه دونات بدم. دونات؟ آره دونات. آی من دونات 2 نفره. دونات بدون شکر. خب بیا از بچه ها خداحافظی کنیم بعدم بریم اداره. باش. خب بچه ها مرسی که این ویدیو رو دیدید. اگه پارت بعدش رو میخواین ببینید لایک کامنت دنبال سابسکرایب زنگوله فراموش نشه. اینم ارشیاست که قراره توی پارت های بعدی هم ببینیدش دیگه. خلاصه مرسی که ویدیو رو دیدید و لایک کامنت دنبال زنگوله سابسکرایب کامنت فراموش نشه. مرسی که ویدیو رو دیدید. تا ویدیوی بعدی. بای بای. بای بای.